کار کردن روی این خودرو هم جذابه و هم بیش از حد حساسه. در حال تعویض دست موتور سمت شاگرد BMW آیه تصیح دست موتور جدیدش رو نصب کردیم، اینجا قرار میگیره و اینم دست موتور کهنه و معیوب این خودرو هستش که هم روغنش تخلیه شده و هم نشست کرده. قیمتش هم حدود 23 میلیون تومنه و برای تعویض چرخو باز میکنیم، شلگیر باز میشه. اینجا یه دونه یونیت داره به این شکل قرار میگیره، برای اینکه آسیب نبینه یونیت هم باز میکنیم. جالبش اینه که روی یونیت نوشته ژاپن آیسین و در قسمت بالای موتور BMW i8 اینجا ما 3 تا دونه پیچ داریم مربوط به قسمت دست موتورها میشه که اینا هم میبندیم و دست موتور این ماشین تعویض میشه. مراحل تعویض این دست موتور حدود 1 ساعت زمان میبره و اجرتش هم حدود 3 میلیون تومان.